درباره همین دجال خیزین گپ زنین، ویدیو کنین. دولت شویسریا همین دولت شویسریا همین کار کرده، تشکیل کرده. خیزین گپ زنین. تو کی خب نیستین مسلمانو، چه دلتون تو قد میکنه همین کار میبینین که قرآن کریم رو آتش میزنه. طولی چند روز می شود که این نوار تمامی مسلمان های دنیا را به پا خیزاند. و به خاطر چی عیناً این بدبخت ها این دولت شویتسریا قرآن کریم را در نزد سفارتخانه جمهوری ترکیه آتش زد. دوستان عزیز، نوار را تا آخر تماشا میکنید، معلومات میدهیم. سلام دوستان، اولا بر همه شما سلامتی تنسیتی خانه آبادی خواهان هستم. بعدا میزار دولت تاجیکستانی صاحب استقلال عزیزی ما همیشه صلح و ثبات پاینده میماند. بعدا بر همه ایما و شما معلوم است که طولی چند روز می شود مسلمان ها از کاری کرده دولت شویتسریا خیلی در غضب هستند و دولت شویتسریا قرار قبول کرد که اکنون هر شخصیت میتواند که در حدود مملکت در داخل همون دولت شویتسریا قرآن کریم را آتش بزنند. قرآنی که مقدس ترین کتاب مسلمان هاست، کتابی که همه مسلمان های دنیا دوست می دارد، کتابی که با خواندن او قلب انسان آرام می گردد، کتابی که با مانند صحبت با الله است. البته این کلامی خداوند است. بیشک بر همه ایما و شما معلوم است خداوند خود گفته است که قرآن از آن من است و او را من خودم محافظت میکنم و شاهد بسیار واقعه ها می شویم. بسیار آتش می زنند، بسیار خانه ها، بسیار ماشین ها وقتی در می گیرد، کتاب قرآن در همان جا سالم و همان خیل می ایستد. البته این وعده خداوند است. امروز بینید دشمن های اسلام ضد مسلمان ها چی کارها کرده ایستادند. دشمن های اسلام به چی کارها دست زده ایستادند و باز اعلان میکنند که اکنون در حدود مملکت میتونید که کتاب را آزادانه آتش بزنید. مسلمان ها کی دارد؟ مسلمان ها تنها خدای دارد که به همه کار و قوت و توانایی صاحب است و هیچ چیز، هیچ کار برابر و ضد او برآمده نمیتواند. صاحب کتاب کیست؟ صاحب من و شما کیست؟ صاحب این دنیا کیست؟ صاحب این همه فقط الله متعال عزوجل است که نام او قهار است. در روز قیامت تنها خود باقی میماند و خلاص در این دنیای فانی. دوستان عزیز، البته میبینیم عصبانی میشویم، میبینیم غم انگیز میشویم. تنها چیکار کنیم؟ بگیم که پروردگارا هر کسی که ضد اسلام میبراید، هر کسی که ضد قرآن میبراید، هر کسی که ضد تو میبراید، خودت خار و ذلیل میگه.